سلام، هر جا هستید صحیح و سلامت باشید. من داوود امیراحمدی هستم و بسیاری از شما عزیزان من رو میشناسید. سابقه همکاری با بسیاری از بزرگان عرصه مدیریت کشور رو در دیباچه زندگیم به یادگار دارم. این نشستی که امروز تدارک دیده شده دستاوردهای یکی از دوستان بسیار خوبم هست به اسم آقای ایثار خدادادی که کار رو برای بسیاری از شماها میتونه سهل و آسان بکنه، مخصوصا برای جوانهای کشور، مخصوصا برای کسایی که استعدادهای بسیار ارزشمندی دارن و فرصتی فراهم میکنه که بهترین انتخابها یا تصمیمها رو برای همکاری بگیرن. خب ایثار، راجع به کارت میگی، قرار است این برکت چجوری توزیع بشه بین مردم؟ راجع به این کار بگو که این کمپینی که میخوای راه بندازی راجع به چیه؟ ممنون داوود جان از این فرصتی که برای من و همکارانم تو بهین ایجاد کردی. راجع به فضای کسب و کار کشور و تلاشی که کارفرماها برای حفظ مشاغل سازمانشون و پایداری سفره کارکنانشون دارن انجام میدن حرفای تکراری نزنیم. همه خوب میدونیم اوضاع چجوریه. توی این شرایط بسیاری از کارفرماها این موضوع رو خوب میدونن بر اساس تجاربشون که مهمترین عاملی که میتونه بهشون کمک بکنه از این بحران خارج بشن بدون شک یکیش بحث منابع انسانیه. انسان شایسته و توانمندی که بتونه خلاقیتش، نبوغش، تعهدش، پشتکارش و خیلی آیتم های دیگهش کمک بکنه شاید راهکار جدیدی برای سازمان ایجاد بشه. خب میدونیم که همیشه کارفرماها شاکیان از این که ما کار داریم کارکن پیدا نمیشه یا متقاضیان استخدامی رو داریم با رزومه‌های خوب و سوابق درخشان که ماها در پی پیدا کردن سازمان هستن. چرا این اتفاق نمیفته؟ ما در کمپین بنیان ماندگاری میخوایم از طریق سامانه بهینو پلی باشیم بین کارآفرین واقعی و کارجوی واقعی که این شناخت به بهترین نحو در کوتاه‌ترین زمان براشون اتفاق بیفته. تلاش ما اینه در بهترین نقطه سال، شروع سال کاری جدید و تغییر و تحولاتی که تو سازمان ها میخواد اتفاق بیفته، نسل 3 نرم افزارهای خودمون بهینو رو رونمایی بکنیم و از بازه 15 اسفند تا 11 اردیبهشت روز جهانی کار و کارگر خدمات این سامانه رو با 40 تا 75% تخفیف به سازمان ها ارائه بکنیم و امیدواریم که بتونیم تو این مسیر در کنار شما با توجه به سابقه 20 سالمون تو مشاوره منابع انسانی مفید واقع بشیم. ایثار، خیلی خوشحالم. صحبت از نسل 3 کردی، نشون میده که رو خط تکنولوژی سواری. با توجه به هیاهویی که الان هوش مصنوعی تو دنیا داره ایجاد میکنه، راجبه این نسل 3 به من بگو که این نسل 2 چی بوده، داستان نسل 1 چی بوده، الان این نسل 3 کجاست و چی کار میتونه بکنه؟ خب ببین داوود جان، ما نسل 1 رو سال 88 با همکاری شرکت برید نوشتیم. دلیلش هم این بود که تو پروژه‌های مشاوره مدیریتی متوجه شدیم که سنجش شرایط احراز پایه روانشناختی خیلی مهمه و با رویکرد قلم کاغذی و اکسل و اینا نمیشه فرایند جذب یه سازمان رو پیش برد. خب شرکت برید سامانه کمک کرد، اینا با SQL سرور نوشته شد و نرم افزار آبیسان در واقع تعریف شد و توی خیلی سازمان ها مورد استفاده قرار گرفت. اما تو دهه 90 با جدی شدن بحث اسسمنت سنترها و کانون‌های ارزیابی بحث شایستگی شغلی مطرح شد و خب این اسسمنت سنتر به عنوان لاکچری ترین روش جذب، حرفه‌ای ترین روش جذب دنیا، یک ابزار بسیار گرون، مشاهده محور، شهودی و تو فضای کسب و کار ما چالش‌های زیادی داشت چون بیسش خارجی بود و گاهی وقتا صحبت از شایستگی‌هایی میشد که در واقع تو فضای کسب و کار ما نه ابزار سنجشش بود نه اصلا مطرح بود. خب ما اون موقع یه اتفاق خوبی که تو بهین افتاد، یه بانک وسیعی داشتیم از افرادی که ارزیابی کرده بودیم و که تعدادشون به بیشتر از 300,000 نفر میرسید و شاید بیشتر از 1500 تا شغل ما جاب آنالیز کرده بودیم تو سازمان‌های مختلف، صنایع مختلف و این میتونست یه کار پژوهشی بزرگ بشه. ریسکشو کردیم و استارتشو زدیم. منجر به این شد که سال 98
اولین سامانه کانون ارزیابی وب بیس ایران رو ما تولید کردیم با همکاری شرکت پگاه آفتاب با نام تجاری قبیله و همون سال دانش بنیان شد و خیلی مورد استقبال صنایع قرار گرفت. اما اتفاقی که توی سال 1403 افتاد این بود که ما نسل 3 رو با نام بهینو رونمایی می‌خوایم بکنیم و ویژگی های این سامانه اینه که شغلاش متنوع‌تر شده، ویژه سازی شده برای نسل زد، بیس اوراکل داره تو حوزه نرم افزاری که خیلی قابل توسعه و گزارشگیری های متنوع‌تره، برای رویکردهای جدید فضای کسب و کار مثل شغلای فریلنسری رویکردهای جدیدی رو ارائه میکنه، سرعتش بیشتر شده، زمان تستا کمتر شده، شایستگی ها بروز شده و خب 2 تا قسمت جدید کاربردی داره که یکی بانک استعداده که به شرکت ها تو انتخاب افراد آماده به کار کمک میکنه، فراتر از رزومه هایی که فقط بحث تحصیلات و تجربه قید میشه بلکه 20 صفحه راجع به استعدادهای فرد به سازمان گزارش میده و اینا از اون بانک میتونن نیرو پیدا بکنن. بحث خود ارزیابی رو گذاشتیم برای کسایی که اصلا سازمانی نیستن، فقط میخوان تو مسیر توسعه خودشون از خودآگاهی تا خودشکوفایی یه نقشه راه توسعه فردی داشته باشن، یا افرادی که به قابلیت‌ها و استعدادهای خودشون ایمان دارن و میخوان پروفایلاشون رو در اختیار شرکت‌های برتر بذارن. سامانه خیلی قوی‌تر شده و خب دستاوردش هم بیشتر شد. ایثار، اینو میدونیم که استخدام یه جورایی شبیه ازدواج هم هست. آره. تو این فرایند این نرم افزار بهینو توی این فرایندی که میان اطلاعات رو تکمیل میکنن چقدر به منی که صاحب این بنگاه هم میتونه اعتماد ایجاد کنه یا اطمینان ایجاد بکنه از این که گزارش هایی که دارم میگیرم قابل اعتماده. اینو میشه خود راجبش صحبت؟ خیلی سوال کلیدی و تکراری از ما پرسیدی و واقعا مهمم هست. ببین این که ما در واقع مدل سازی کردیم روی 300,000 نفر، آزمون بیسش کردیم. خب این تستا رو خیلی جاها اسمشو حتی کارفرماها شنیدن، ولی خب این تستا اون تستا نیست، یعنی سوالاش همونه ولی ما کلیداشو دستکاری کردیم. ببین من اول یه جمله‌ای بگم، اونم اینه که ما بومی سازی نکردیم هیچی رو. من با افتخار میگم که ما مدل سازی کردیم. اساساً تو کشورهای در حال توسعه هیچ وقت کسی سراغ مدل سازی نمیره چون خیلی پرهزینه است و همیشه سعی میکنن یه چیز خوبی رو از اون ور بیارن کاستومایزش بکنن، بومیش بکنن. ولی ما مدل سازی کردیم و این 10 سالی که فقط بحث طراحی کانون ارزیابی طول کشید دلیلش همین بود. اما راجع به اینکه چقدر میتونن اعتماد بکنن خارج از اینکه حالا بیساش چی بوده و شرایطش چی بوده، ببین الان امروزه دنیای ایمپکت هاست، تاثیرگذاری هاست. الان یه چیزای خنده‌داری که ما تو کشورمون می‌بینیم، مثلا گرید بندی میخوام بکنن یه سازمانو که امکانات چیه این چیه، نه، الان گرید بندی واقعی دست مشتریه، مشتری که چیزی که تاچ کرده رو اظهار نظر میکنه. ما همیشه به مشتریامون میگیم که سوابق کاری ما رو از سایر مشتریامون بپرسید، ببینید نظر اونها در استفاده از این سامانه چی بوده. اصلا نه اطمینانی ندارید، خب اشکالی نداره، شما هزینه بکنید، یک کانون ارزیابی برگزار بکنید، 5 نفر رو با اون سیستم استخدام کنید یا نیروهای موجود 5 نفر رو با این سیستم توسعه بدید. در کنارش از سامانه ما تست بگیرید، 6 ماه 7 ماه قیاس بکنید، ببینید اون 1-2 روز زمانی که برای ارزیابی گذاشتید تو رویکرد کانون ارزیابی با این گزارشی که سامانه ما ظرف 2 ساعت داد، ظرف 3 ساعت داد، نتایجش در خصوص این فردی که داره تو سازمان کار میکنه کدوم منطبقه و چقدر کاربردیه، بعد تهیه بکنید سامانه رو. اصلا نگاه این که ما بخوایم در واقع یه چیزی رو شعاری بگیم دیگه تاریخش گذشته. حداقل تو بخش خصوصی میدونیم که مدیرا تو این بحران پول مفت نداره و پی تاثیرگذاری. ایثار خیلی خوشحالم که راجع به این موضوع الان داریم صحبت میکنیم. میخوام یه خاطره بگم و بعد سوال اصلی رو مطرح کنم. خب به واسطه
بیش از 2 دهه دوستیمون اشراف داری که خب من از یه کارگاه کوچیک شروع کردم و یواش یواش به لطف خدا مسیر تعالی رو طی کردم. برای نمونه خانه مدیران سازمان مدیریت صنعتی پس از 10 سال تونستیم با 1867 نفر از مدیرای ارشد کشور ارتباط برقرار کنیم و به اونا خدمات و سرویس بدیم. بعد فدراسیون صنعت نفت ایران رو افتخار همکاری داشتم و اخیراً هم انجمن ترویج کسب و کارهای خانوادگی. تو همه اینا یه سری از مسائل خیلی مشترک بود و اون این بود که من به عنوان یه مدیر عامل یا صاحب یک سازمان چجوری میتونم با انتخاب افراد مناسب زیست سازمانم رو، هستی سازمانم رو تضمین بکنم برای ادامه. خب اینو اشراف دارم که نرم افزار تو تونسته به خیلی‌ها کمک بکنه، از کارگاه‌های کوچیک گرفته تا هلدینگ‌های بزرگ و حتی به خیلی از انجیوها که میدونم برای اونا این نرم افزار هزینه هم نداره. برام خیلی جالبه، میشه به این سوال من پاسخ بدی که این نرم افزار به درد کیا نمیخوره؟ داوود یه سوال چالشی پرسیدی ولی میدونم جوابشو خودت میدونی. به واسطه همون 1800 تا مدیری که تو سازمان درگیرش بودی و نقطه اوج سازمان مدیریت صنعتی واقعا با زحمت‌های تو بود و من خودم افتخار میکنم به دوستی با تو، بنیانگذار خانه مدیران. خودت خیلی دیدی داوود، ما خوب میدونیم، خوب تجربه کردیم. من همیشه به شاگردان، به مدیرای منابع انسانی میگم شما نرفتید توی سازمان برای یه رهبر نگرش و بینش HR ایجاد کنید. اینو باید اون داشته باشه و بعد شما برید. این نرم افزار که سهله، هر ابزار مدیریتی به درد مدیری که هیچ نگاهی به مقوله انسان سازمانی نداره و در و دیوار کارخونهش، ماشینالاتش، ارزشش خیلی بیشتر از آدماشه و مسیر توسعه سازمانش هم مسیر توسعه آدماش نمیدونه، از مسیر انتخاب آدماش نمیدونه، نمیخوره. سر خودمون رو درد نیاریم و بدونیم که کسی این به دردش میخوره که بهره‌وری منابع انسانی براش مهم باشه. بهره‌وری منابع انسانی یعنی روابط برنده کارآفرین و کارپذیر، یعنی حال خوب بچه‌ها، یعنی آدمای توانمند، یعنی آدمای با استعداد. اگه یه مدیر این نگاهو نداره، خب این ابزار به دردش نمیخوره. حالا این ابزار از یه هلدینگ باشه، یه شرکت خانوادگی باشه، نه هیچ جواب نمیده. تو همون بحث انجیوها اگه یکی به یه کار خیری است میخواد ماهی بده، این نرم افزار به دردش نمیخوره. اگه انجیوه و میخواد توانمندسازی انجام بده، میخواد ماهیگیری یاد یه آدم بده، یه آدم مستقل تولید بکنه، آره این ابزار هم تو استعداد یابی، هم توانمندسازی، هم اشتغالش، یعنی اون بانک استعداد و معرفی به سازمان ها میتونه به درد یه انجیو بخوره. بذار یه سوال دیگه بکنم. هم تجربه خودم هم تجربه جایی که باش کار کردیم نشون میده که سرمایه گذاری یا هزینه رو بحث راندمان جذب خیلی به سختی داره انجام میشه و مدیرا اکثرا غر میزنن به مدیر منابع انسانی که تو نمیتونی نیروی متخصص رو انتخاب بکنی، یا نیرو رو انتخاب میکنن علیرغم توانمندی‌هایی که داره ولی بعد از این مدت خودشون با این نیرو خداحافظی میکنن. این نرم افزار چجوری میتونه این مشکل رو یا این میزان سرمایه گذاریایی که ما میکنیم رو بحث انتخاب نیروی انسانی این رو مدیریت بکنه و ما کمک بکنه؟ دقیقاً دست گذاشتی رو در دل مدیرای منابع انسانی که این وسط دارن پرس میشن. همه مدیرا فشار میارن، نیرو بعد این زحمت میکشه و آخرش هم ببین بهینو یه قابلیتی داره که خیلی کمک سازمان ها میکنه. یه جمله معروفی هست میگه ما آدم ها رو به خاطر مهارتاشون استخدام میکنیم ولی به واسطه رفتارشون حذف میکنیم. یعنی اینکه ما خیلی وقتا یه رزومه خوب میاد، اون کار فنی ما رو بلده، اصلا تجربه مشخص، ولی میاد تو سازمان بعد یه مدت میبینیم از جنس ما نیست. نظام ارزشیش، فکریش، روش ارتباطیش، روش کار تیمیش، نگاهش به سایر همکاران از جنس ما نیست. چرا؟ چون الان 85% تعریف یک انسان شایسته و توانمند دیگه اون دانش فنی و مهارت تجربیش نیست، اون دانش کلاسیکش نیست، بحث پرسونالیتیشه.
ویژگی‌های شخصیتیشه، استعدادهای روانشناختیشه، اینکه شایستگی‌های رفتاریش چقدر با اون شغل منطبقه. خب بهینه اینو داره اندازه‌گیری میکنه. از همه مهمتر یه چالشی که مدیرای منابع انسانی دارن پیدا کردن نیروه. ما بانک استعداد سامانه بهینه واسه این طراحی شده که من انقدر آگهی ندم به سایت‌های استخدامی که هیچ صحه‌گذاری رو رزومه نمیشه کرد. من پروفایل استعدادی آدم‌ها رو سرچ بکنم. و یه چالش دیگه، ما الان خیلی سازمانامون هم واقعا نیرو پیدا میکنن، الکی دلدل میکنن، فکر میکنن از این بهتری هست. نه، یکی از قابلیت‌های بهینه اینه که به اون مدیر میگه ببین الان این کارشناسی که من دارم این نمره انطباقو بهت میدم تو شایستگی‌هاش نسبت به نرم ایران تو این طیف قرار گرفته. اینقدر دلدل نکن، از این بهتری گیرت نمیاد، یا صبر کن از این بهتری هم گیرت میاد. ولی تصمیم تو بگیر، سریعتر تصمیم سازی کن، به این رتبه بندی من توجه کن. خب این فرایند راندمان جذب خیلی سریعتر و با راندمان بالاتری میکنه دیگه. خیلی هم عالی. بذار یه دغدغه رو مطرح کنم. خیلی از این شرکت ها یا اینجوری بذار بهت بگم که تا الان راجع به جذب خب خیلی ویژگی های نرم افزار رو توضیح دادی، اما چالش اصلی مدیران یا صاحبان مالکان شرکت ها حفظ نیروهایی هستش که دارن با توجه به سرمایه گذاری ها. چون من نمیگم هزینه، سرمایه گذاری که رو نیروهاشون میکنن، دوره های مختلف میذارن، کلاس های مختلف میذارن، هدایای مختلف میدن، بازم این نیروها تو سازمان ها نمیمونن. حالا چه برسه به نیروهایی که تازه میخوان جذبشون بکنن. این نرم افزار تو این حوزه چه کمکایی میتونه بکنه؟ آبود خیلی سوال خوبی پرسیدی. خیلی وقتا شرکت ها به ما میگن که ما مشکل جذب نداریم، مشکل ما نگهداشت آدم هست. اما یه جمله خیلی معروفی تو ادبیات منابع انسانی هست، میگه 40% بهره‌وری کل ابزارهای منابع انسانی از جذب خوب شروع میشه. یعنی شما فرآیند جذب تو درست کن، خیلی ابزارهای دیگه منابع انسانی مثل مدیریت عملکرد، آموزش، انگیزش، اینا خودش اصولی میره جلو. ببین ما وقتی یه آدمی رو میگیریم و نمیدونیم اصطلاحاً راه اندازهای انگیزشیش چیه، چی به این آدم انرژی میده، این آدم مثلا از نسل زده، توسعهش به اندازه درآمدش واسش مهمه، تو چی باید توسعهش بدیم، تو چه موضوعاتی باید توانمندش کنیم، این آدم از چه چیزهای خوشش میاد، نیازهای غالبش چیه، تو چه جوی میتونه کار بکنه. من یه جمله همیشه میگم توی کتابای منابع انسانی اونوریا میگن تطابق شغل و شاغل. اگر یه آدمی رو شغلش منطبق بود دیگه اوکیه بگیریدش. نه، تو ایران اینجوری نیست. تو ایران تطابق شاغل با فرادستش هم مهمه، تطابق شاغل با همدستش هم مهمه، تطابق شاغل با زیردستش هم مهمه. یعنی من گاهی وقتا باید به ویژگی‌های رفتاری همه اینا توجه بکنم. ممکنه یه آدم نخبه‌ای رو بگیرم که تو این واحد نمیتونه کار بکنه. چرا؟ چون با فرادستش همخوانی نداره. پس دانستن ویژگی‌های رفتاری فرد، استعدادهای روانشناختی فرد به شدت در نگهداشت اون فرد تاثیر داره. خب اینی که گفتم در بعد فردی بود، اما خیلی وقتا موضوع ریزش نیروها برمیگرده به یه سری چالش‌های محیطی که ممکنه فرآیند جذب خوب کار بکنه یا سیستم انگیزش هم خوب کار بکنه، ولی عوامل بازدارنده‌ای تو محیط هست که اون آدم نمیتونه تو اون سازمان بمونه. نرم افزار دیگه‌ای که ما تو بهینه داریم بهش میگیم ظرفیت سنجی و برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی. کار اون اسکن سازمانه. کار اون اینه که در بیاره بچه‌ها رضایتشون چجوریه، تعهدشون چجوریه، فرسودگی شغلی‌هاشون چجوریه، سرانه انطباقای شغلی چجوریه و خیلی گزارشات تصمیم سازی به ما میده برای برنامه‌ریزی که ما این عوامل بازدارنده محیط رو که منجر به ریزش نیرو میشه رو کم بکنیم یا تعدیلشون بکنیم و بتونیم طرف رو تو سازمان پایدار بکنیم. من به حضورت که خب منم پدر 2 فرزند که اینام نسل زدن. تو فرایند کاری من با نسل جوان بسیار کار کردم و برای منم بسیار افتخاره. مدیرای زیادی هم باشون ارتباط دارم که با این نسل باید کار کنن یا دارن کار میکنن. یکی از معضلات اینه که با توجه به توسعه و پیشرفت و نوع متفاوت نگرش این نسل چالش‌هایی برای سازمان‌ها ایجاد میشه که برای خیلی غیر قابل حله. یعنی ما به واسطه 2 میلیارد
نسل زد که در دنیا وجود داره، ما هم باید با این نسل بتونیم ارتباط برقرار کنیم، بعد باشون مسیر رشد رو طی بکنیم، باید دغدغه هاشون رو متوجه بشیم، باید نگرانی هاشون رو متوجه بشیم. این نرم افزار بهینو تو این حوزه کجا دست ما رو میگیره یا دست مدیرانی که از این نرم افزار میخوان استفاده بکنن میتونه بگیره و کمکشون بکنه؟ بعد از قبیله که نسل 2 بود، تو بهینو یکی از ویژگی ها ویژه سازی نسل زد، یعنی تو بحث جذب و استخدام ما اصلا نگاه دیگه ای داریم و تازه باید بگم با این همه تحقیق و توسعه ما راندمان جذبمون توی نسل‌های قبل زد تا 85% دقت ارزیابیه، ولی تو نسل زد تا 65%. اولین نکته رو بگم داوود، من مخالف اینم که این نسل زد خیلی تفاوت معناداری با بقیه نسل‌ها داره. حداقل پژوهش‌ها که اینو نشون نمیده، یعنی از نظر استعدادی و خیلی موضوعات خیلی تفاوت معناداری بین اونها و نسل قبلی وجود نداره. ببین داوود، بهینو این که میگیم ویژه سازی شده واسه نسل زد، 3 تا کار خاص واسهشون میکنه. یکی این که اولا دقیق مشخص میکنه نیازهای انگیزشی این بچه‌ها واسه پایداری چیه و سازمان بتونه در واقع سرمایه‌گذاری بیهوده نکنه، وقت رو چیزی نذاره که به چش این بچه‌ها نمیاد یا اصلا براشون مهم نیست. چون خیلی سازمان ها میبینیم که الان نسل غالبشون زده و واقعا دارن روی این موضوع هزینه میکنن. یک گولایی هم خوردن، فضای گوگلی درست کردن و فکر میکنن مثلا این نسل حتما باید کافی شاپ داشته باشه، حتما باید میز بیلیارد داشته باشه و ماندگار باشه. نه، این نسل خواسته هاش نیست، خواسته اصلیش توسعه است و بهینو به شدت کمک میکنه که نیازهای توسعه این بچه ها تو حوزه مهارت های رفتاری دقیقا مشخص بشه که اونا بدونن چه چیزی رو و چگونه باید توسعه بدن. مثلا کنترل اضطراب فقط رو این بچه باید کار بشه از طریق کوچ، منتور، کلاس، دوره. چی به درد این بچه میخوره؟ نکته بعدی اینه که ببین این بچه ها خلق ارزششون با نسل قبلی فرق میکنه. نسل‌های قدیم وقتی وارد سازمان میشدن حاضر بودن یه شهر وظایفی رو بگیرن با مسئولیت اختیاری که سازمان بهشون میداد و در طول زمان در واقع پله ها رو طی بکنن. این نسل خلق ارزششون و زمان براشون متفاوته. تو خلق ارزش ما باید بهشون اعتماد بکنیم و اجازه بدیم شغل خودشون رو خلق کنن. خب این یه ریسکه. از کجا معلوم این کار است؟ خب بهینو میتونه به ما بگه این آدم چقدر استعداده، من چقدر بهش اعتماد بکنم، اجازه بدم شغل خودش رو خلق بکنه یا نه. دوم، از نظر زمانی وقتی شغل خودش رو خلق کرد و بحث مسئولیت اختیار شفاف شد تو سازمان، حالا تو چه بازه زمانی این باید رشد بکنه؟ این صبر نسل قبل رو نداره. پس من باید رو پله‌ای دقیق بذارمش، نه یه دونه پایین‌تر نه یه دونه بالاتر. بالاتر بذارم فیل میشه، پایین‌تر بذارم ول میکنه میره. باید رو پله‌ای بذارمش که دقیق منطبق بر شغل باشه، استعدادهاش و ویژگی‌هاش، و بدون پله بعدی رو سریع بهش میرسه. خیلی وقتا ما پله رو اشتباه میذاریم چون استعدادیابیش نکردیم. مطمئن میشیم این خلق ارزش میتونه بکنه، ولی یا بالا میذاریم خراب میشه یا پایین میذاریم اون ول میکنه میره. و اینو کمک میکنه که دقیقاً رو پله خودش قرار بگیره و ما بتونیم پایدارش بکنیم تو سیستم. خب امیدوارم زیاد ایسار جان، من یادم از سالهای بسیار دور، از سال مثلا 92 به این ور یه جمله رو خیلی تکرار کردی، حتی یادمه به وزیر کار وقتم این رو میگفتی که تو ایران کار زیاد، کارکن نیست. گویا اخیراً مدیرای شرکت ها متوجه این امر شدن و دارن خودشون نیرو رو صفر میگیرن و تربیتش میکنن. داستان اینجاست که اگه یه خورده تخصصی تر بخوایم صحبت کنیم، مخصوصا تو تجربه اخیرم توی بحث کسب و کارهای خانوادگی، یه استانداردی توی دنیا هست که داره میگه که تو کسب و کارهای غیر خانوادگی اگه شما بخواید بحث جانشین پروری رو ران بکنید بین 3 تا 5 سال طول میکشه. یعنی شما یه نیروی متخصص خوب رو پیدا میکنید، در بین این سالها تربیتش میکنید، نیازهایی رو که داره براش فراهم میکنید و رفع میکنید، بعد بهش اون سمت رو میدید. اما این بحث جانشین پروری تو کسب و کارهای خانوادگی بین 20 تا
25 سال طول میکشه. دنیا برای این برنامه داره، یعنی اومده دسته‌بندی کرده فرزندان کسب و کارهای خانوادگی رو، مثلا از 8 سال تا 12 سال، اینا ممکنه دقیق نباشه ولی تو همین رنجه، یا 13 تا 18 سال، 19 تا 25 سال، اینا رو به گروه‌های مختلف تقسیم میکنه و برای اینا برنامه‌های مختلف آموزشی مهارتی فراهم میکنه. من اگر بخوام راجع به بهینو صحبت بکنم، با توجه به این تجربه جهانی، بهینو چه کمکی تو بحث جانشین پروری، مخصوصا تو کسب و کارهای خانوادگی که درصد بسیار بالایی توی جی دی پی کشورها دارن، میتونه حضور پیدا بکنه و ارزش آفرینی بکنه. نکته خیلی مهمی داوود، ما هر چی میگفتیم آقا نیرو نیست، نیروتون رو تربیت کنید، کسی باور نمیکرد، ولی حداقل تو 2-3 سال گذشته تو شرکت‌های تک قشنگ میبینیم که پذیرفتن و دارن نیروهای جوان میگیرن و ترین میکنن. اما اون موضوع تو شرکت‌های خانوادگی خب خیلی جدی‌تره. اساساً پروژه‌های مدیریت استعداد و جانشین پروری، چه تو شرکت‌های معمولی چه تو شرکت‌های خانوادگی، ما تو پله اولش مسئله داریم. اینکه اصلا کی؟ ما درست انتخاب کردیم؟ روی این آدم 3 سال، 25 سال، 1 سال وقت بذاریم، مثلا یه کارشناس در میاد، یه مدیر در میاد. تو شرکت‌های خانوادگی بدتر، چون مقوله شایسته سازی هم هست، به زور می‌خوایم یکی رو مدیر کنیم که حتما تو باید تو این صنعت، تو این صنف بمونی و نه، اینجوری نیست. ببینین که درست انتخاب کنیم بهینو فرمول داره که اصلا استعداد لازم برای این شغل و این آدم داره، تو ویژگی شخصیتیش هست یا نیست. و از همه مهمتر یه کاری نکنیم وقتی به اون نقطه رسید ول کنه بره. بحث بعدی اینه که توی پروژه‌های مدیریت استعداد و جانشین پروری خیلی وقتا تمرکز شرکت‌ها به شدت رو موضوعات فنی عملیاتیه. یعنی می‌بینیم تمرکزشون روی اینه که مثلا طرف کامپیوتر یاد بگیره، زبانش خوب بشه، مالی بفهمه. در نظر نمیگیرن که 85% تعریف انسان شایسته مهارت‌های رفتاریشه. من این جوونو اگه بهش کامپیوتر یاد بدم، اگه کنترل ابزار دقیقو بهش یاد بدم ولی ارتباطات بهش یاد ندم، پس فردا تو تیم ترابل شوتینگ میره گند میزنه، میره آبروی ما رو میبره. من باید اینم در کنار اون چیکار کنم؟ روش سرمایه گذاری کنم. خب به اینا نقشه توسعه فردی میده. یعنی از همون روز اول میگه این آدم اوکی میتواند و این هم مسیری که تو باید روش سرمایه گذاری بکنی که برسه به اون نقطه‌ای که به راندمان برسه و کاملا شایسته بشینه رو اون صندلی. نه اینکه چون اینجا شرکت بابامه، نه اینکه چون فلانی منو معرفی کرده، نه اینکه چون من از دانشگاه شریف اومدم. من تمامی انطباق‌های لازم برای این شغل رو دارم. خب ایثار، میخوام یه چالش دیگر رو مطرح کنم. اونم این هستش که نسل من و نسل شما و بسیاری از نسل‌های ما بین ما یه واژه رو توی فضای کسب و کار خیلی میشنون به اسم شایسته سالاری و علیرغم اینکه تمام سعیشون رو میکنن که تو سازمان مفید به فایده باشن، مرغ همسایه قازه. این یعنی چی؟ یعنی زمان انتخاب افراد مثل من توی سازمان که سعیشون رو کردن و دنبال رشد و توسعه خودشونن، مسئولین سازمان برای رده‌های بالای سازمان نیروی خارج از سازمان رو میارن و این باعث دلسردی بسیاری از افرادی میشه که تو فرایند رشد خودشون و سازمانشون سعی‌های بسیاری کردن و این تبعات داره. به نظرت چی کار باید کرد تو این حوزه، یا بهینو برای این موضوع چه اندیشه‌ای کرده؟ نکته خیلی مهمیه. ببین بزرگترین تبعات این کار اینه که انگیزه بچه‌ها رو میکشن. یعنی خیلی وقتا من کارفرماهایی رو میبینم که هزینه‌های زیادی برای نگه داشت میکنن، ولی وقتی میری نگاه میکنی میبینی به جای این همه کارت هدیه و سبد کالا و این حرفا، انرژی اون آدمه رو تو از بین نبر، اون خودش میمونه تو سازمان، بدون توی کارراهی شغلی میتونه رشد بکنه. خب دلیل اصلیش اینه که ما مدیرامون مدیرای دقیقه 90 ان دیگه، سیستم جانشین پروری و مدیریت استعداد و کارراهی شغلی و این چیزا ندارن
و یهو میخوان تصمیم بگیرن که ما یه مدیر نیاز داریم، یه کارشناس خبره نیاز داریم، خب آگهی بدید. یکی از قابلیت‌های بهینه اینه که اون قسمت کانون ارزیابی توسعه‌اش، جذب که برای نیروهای جدیدالورود بود، توسعه برای بچه‌های موجود، سریع میتونه به کارفرما گزارش بده که این آدم توی این شغلی که بالا سرش قرار گرفته، حتی توی واحد دیگه اون انطباقو میاره یا نمیاره. به جرئت بگم داوود، خیلی وقتا سازمان‌ها هزینه سیستم‌های جانشین پروری و مدیریت استعداد این چیزها رو ندارن و ولی مدیر این انگیزه رو داره. به جای اینکه یکی از بیرون بیاره که نه با فرهنگ سازمانش، نه با شرایط سازمانش و حتی اشل حقوقی سازمان یهو به هم میریزه، این انگیزه رو داره یکی از پایین ببره بالا و چارتشو از پایین پر بکنه، ولی دیتا نداره. واقعا نمیدونه که من این آدم رو ارتقا بدم روی این شغل منطبقه، این آدمه یهو از دست نره. ما خیلی وقتا آدما رو وقتی اشتباه ارتقا میدیم از دست میرن و دیگه به شغل پایینتر هم نمیشه برشون گردوند. خب بهینه به سادگی میتونه گزارش بده در لحظه که این آدم توی شغل‌های مختلف حتی نمره انطباقش چیه، قابل ارتقا هست یا نیست، ما این ریسک رو بپذیریم یا نپذیریم، اگه بپذیریم رو چه موضوعاتی باید همزمان رو توسعهش کار بکنیم و یواش یواش ظرف 1-2 سال این فرهنگ عملیاتی بشود که چارت سازمان از پایین به بالا پر میشه و شغل‌های خوب بالای چارت مال بچه‌های خودمونه که از استعدادشون، تعهدشون، توانمندیشون، همه چیشون مطمئنیم از جنس خودمون هستن. به نظر من با تجربه‌ای که دارم اینو میگه که ما 2 برند خیلی مهم داریم. یکی برند منابع انسانیه که حاکی از اینه که یا دنبال اینه که رضایت پرسنل توی سازمان به چه میزانه، میزان انگیزششون چقدر سازمانشون رو دوست دارن، چقدر به سازمانشون دل بستن. از یه طرف دیگه هم یه برندی داریم به اسم برند کارفرمایی دیگه که اونم خیلی مهمه که من برای چه سازمانی رزومه‌مو بفرستم یا توقع داشته باشم یا تمایل داشته باشم تو چه سازمانی کار بکنم. اینم خیلی مهمه. با توجه به اینکه خود من این نرم افزار رو توی فرایند رشدش حدوداً فکر میکنم چندین بار تست زدم و علاقه خودم بوده که اون نیمرخ روانی من رو به خود من یادآوری بکنه، از لحاظ برند کارفرمایی این نرم افزار که حداقل فکر میکنم بین 2 تا 3 ساعت نیاز هست که من پشت سیستم بشینم و اطلاعاتی که اونجا، سوالاتی که اونجا هست رو من پاسخ بدم، چقدر میتونه کمک بکنه به اون برند کارفرمایی که من خسته نشم از بابت تست زدن، یا من به عنوان یه آدمی که خیلی مثلا ادعا میکنه موفقه اهمیت بدم به این که بشینم و این تست رو بزنم. این روایت رو هم برای ما توضیح میدی؟ سوال خیلی خوبیه، خیلی اینو میپرسن از ما. ببین، چالش ما توی حوزه برند کارفرمایی چالش جدیه، چون ما خیلی هزینه میکنیم. میدونی سالهاست ما فقط تو همین حیطه داریم مشاوره میدیم گاهی وقتا که یکی ما رو انتخاب کنه بیاد تو سازمان. بعد میگن حالا این آدمه وقتی بیاد بخواد 2 ساعت 3 ساعت تست بزنه که دیگه نمیاد. نه، تجربه به ما چیز دیگه ای داره میگه. بگذاریم که کانون ارزیابی قبل از اینکه ما نرم افزاریش بکنیم 1 روز 2 روز طول میکشید ارزیابی، حالا ما رسوندیمش به 2-3 ساعت. ولی داستان اینه که تجربه به ما نشون داده که خود فرایند جذب هر چقدر حرفه‌ای‌تر برگزار بشود تأثیر بیشتری در برند کارفرمایی داره. ما اگه یه صندلی رو خیلی آسون و باری به هر جهت به آدم بدیم خیلی هم قدرشو نمیتونه. از طرف دیگه باز تجربه به ما نشون داده افراد حرفه‌ای حتی با رزومه‌های بالای 20-25 سال و کاملا متشخص از همچین فرایندی خیلی استقبال میکنن. میدونی چرا؟ چون اینا تو تجاربشون این بوده که گاهی وقتا باید 6 ماه بگذره که کارفرمای من بفهمه من چه استعدادی دارم، چه قابلیتی دارم، مسئولیت اختیار شایسته به من بده. من از روز اول کارفرما میدونه من کیم، من چقدر میفهمم، من چه تعهدی دارم، من چه نیازهایی دارم، من چه قابلیت‌های بالقوه و بالفعلی دارم. خب روابط من سریعتر تعریف میشه. حتی مدیر بالا سر من تو سازمان میدونه باید با من چجوری صحبت بکنه، شأن و منزلت منو درک میکنه.
خب این پس تاثیر خیلی بیشتر و مفیدتری میذاره. بگذاریم که یکی از دلایلی که برند کارفرمایی خراب میشه ریزش سریع بعد از استخدامه. یعنی میرن به جامعه میگن آره ما مثلا 20 روز بیشتر اونجا نبودیم، بقیه هم میگن اینجا به درد میخوره، رزومه نمیفرستن. خب ما کسی رو انتخاب کردیم که توضیح دادم در روز اول میدونیم درست انتخاب کردیم یا نه، و اگه بخوایم نگرش داریم به 3 ماه آزمایشی برسونیم، دوره منتورینگش، آنبوردینگش و حتی پایش اولیه‌اش، بعد به چه چیزایی توجه بکنیم. خب احتمال ماندگاری رو خیلی میبره بالاتر. پس اون ریزش‌ها هم نداریم که جامعه به فکر بکنه ما چه مشکلاتی داریم که هر کی میاد میره. پس 100% بهینو روی برند کارفرمایی نقش جدی و کاربردی خواهد داشت. جالبه بگم ما کسایی بودن که رد شدن از اون شرکت ولی رفتن افراد دیگه رو معرفی کردن و بعداً به ما گفتن فلانی معرفی کرده و دلیلش چی بوده؟ طرف گفته یه جایی میری ارزیابی که ممکنه رد بشی ولی یه گزارشی بهت میدن که ممکنه زندگی تو عوض بکنه و اون آدم اومده بود که ارزیابی بشه و ما استخدامش کرده بودیم. توی صحبت‌هایی که داشتیم با هم دیگه اشاره به یه ویژگی این نرم افزار بهینو نسل 3 کردی و گفتی که در کنار این که کمک شایان توجهی به جذب و توسعه سازمان ها میکنه، برای افراد هم یه ویژگی خاص داره. میشه راجع به این خاص بودن این نرم افزارم یه کوچولو برامون بگی؟ تو این نرم افزار نسل 3 یکی از چیزایی که خیلی برامون مهم بود خدمات دادن به افراد بود. به چند دلیل. یکی این که ما افرادی داریم که اصلا نمیخوان استخدام جایی باشن ولی واقعا دلشون میخواد تو مسیر تغییر تحول خودشون یه خودآگاهی خوبی داشته باشن که بتونن مسیر خودمدیریتی و خودشکوفایی خودشون رو ببرن جلو. مثلا میخوام برن از کوچینگ، منتورینگ، کلا مسائل توسعه فردی استفاده بکنن برای تغییر پایدار تو زندگیشون و میدونن که دفعات قبلی به هر دلیلی این مسیرها شکست خورده. چرا؟ چون خودآگاهی درست نبوده. چرا؟ چون مسیر اصلا اشتباه بوده. این که من واقعا بدونم کی هستم و از چه مسیری باید شروع بکنم که استمرار داشته باشه، خب این یه گزارش خیلی خوب توسعه فردی بهشون میده. بعضیای دیگه نه، اصلا میخوان برای انتخاب رشته تحصیلی، مشاوره شغلی، شغلشون رو جابجا بکنن. خب اونا هم میتونن از این خدمات ما استفاده بکنن. یه گروه دیگه هستن که پی کار میگردن، به استعدادها، قابلیتها و پتانسیل‌های خودشون حالا چه بالقوه چه بالفعل اطمینان دارن ولی اعتقاد دارن ما کشف نمیشیم. بهینو یه پلیه برای معرفی اینها به سازمان ها که اینها خود ارزیابی میکنن و در واقع پروفایلشون در اختیار شرکت هایی قرار میگیره که دارن برای استخدام هاشون از بانک استعدادهای بهینو استفاده میکنن. ما تو این کمپین بنیان ماندگاری از 15 اسفند تا 11 اردیبهشت روز کار و کارگر کلیه خدمات خودارزیابی رو رایگان کردیم. یعنی تو این بازه زمانی هیچ کس نیازی نیست مبلغی پرداخت بکنه. این مبلغ حالا تا 1,700,000 تومان هزینه بوده برای بعضی مشاغل ولی میتونن کاملا رایگان از این خدمات استفاده بکنن. در جریان بسیاری از تحولات سازمان ها قرار گرفتیم که میبینیم که سازمان ها از یک مقطعی شروع میکنن سیستماشون رو توسعه میدن، بازارشون رو توسعه میدن، فروششون رو توسعه میدن، استفاده از تکنولوژی‌های نوین رو توسعه میدن و خیلی کارهای از این دست. ولی به قول پیر مدیریت دراکر میگه استراتژی‌های سازمان توسط فرهنگ سازمانی ممکنه توی یه وعده صبحانه از بین بره. بهینو تو این حوزه چی کار میتونه بکنه؟ نکته خیلی مهمیه. حالا شما از استراتژی و توسعه و اینا گفتی، اصلا خود سیستم منابع انسانی، شرکت تا حالا واحد منابع انسانی نداره و تصمیم میگیره مشاور داشته باشه، مدیر داشته باشه، ابزارهای منابع انسانی، جذب، مدیریت عملکرد، آموزش، انگیزش، ولی باز شکست بود. یکی از قسمت‌های جدید بهینو بحث نرم افزار ظرفیت سنجی و برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی.
این دیگه کارش مقوله جذب استخدام نیست، این کارش اسکن سازمانیه. مثل یه دستگاه ام‌آرآی که میاد بررسی میکنه، میگه یه غده‌ای هست، بعد میریم پیش یه آسیب شناس، اون غده رو بررسی میکنه، میگه مثلا سرطانی، خوشقیمه، بدقیمه، یا اصلا دارو بخورید خوب شید. این نرم افزار جدید ما یه اسکنی از سازمان میده با تکنیک‌های روانشناسی سند سازمانی و سعی میکنه که تمامی فرایندهای توانمندساز منابع انسانی که حالا از جنس تکنولوژی، هر چیزی که منجر به توانمندسازی سازمان میشه، مفهومی فراتر از اون بسنجه، ظرفیت سازی. پس ما اسمشو گذاشتیم ظرفیت سنجی و برنامه‌ریزی استراتژیک، برای اینکه به ما میگه که ممکنه این توانمندیه به واسطه چه ضعف‌هایی در ساختار سازمان جواب نده و اون عوامل رو شناسایی میکنه و شروع میکنه واسش برنامه دادن. مثال بزنم، خیلی وقتا ما مثلا میخوایم سیستم مدیریت عملکرد پیاده بکنیم، خیلی هم پول میدیم، هزینه میکنیم، مشاور میگیریم، مدیر میگیریم، نرم افزار میگیریم، میبینیم بعد 2 دوره 3 دوره فیل شد. چرا؟ چون اصلا فرهنگ سازمانی ما عواملی داره که مثلا روش این ارزیابی که قیاسیه رو نمیپذیره. پس من باید به اون عوامل توجه بکنم. خیلی وقتا ما یه سیستم جذب خوب را میندازیم، بعد این مدت میبینیم هر کی میاد میره. چرا؟ چون فرهنگ من عواملی داره که نیروهای نخبه رو میزنه. من یه نرم افزار میخرم برای ERP کل سازمان، میبینم تو بحث تحول دیجیتال مقاومت‌های زیادی داره، این نرم افزار هیچ وقت ران نمیشه. چه چیزهایی تو آدما باعث این موضوع میشه؟ در واقع این نرم افزار سرنخای تمام آرزوهای سازمان که ظرفیت‌های کلان سازمان رو میاره پایین، برای ما شناسایی میکنه و پروژه‌های بهبودش رو به ما میده. این موضوع خیلی به مدیرا کمک میکنه. به تجربه این 20 سال، چون قبلا این نرم افزار کاملا نرم افزار نبود، قلم کاغذی و اینها، ما مدیری نداشتیم که یه بار این پروژه رو واسش انجام داده باشیم و تو سازمان بعدی اینو سری نخواد. چرا؟ چون سری میفهمه تو سازمان من چه خبره، بچه‌های من چه ناراحتی‌هایی دارن، چه آرزوهایی دارن، چه مشکلاتی دارن، چه استعدادایی وجود داره من اصلا استفاده نکردم، چه قابلیت‌هایی وجود داره من اصلا استفاده نکردم. و من اگه بخوام اندیشه‌ای به تغییر و تحول تو سازمان بکنم، همون جور که اطلاعات مالی دقیق میاد، اطلاعات چه میدونم بازرگانی دقیق میاد، باید اطلاعات منابع انسانی هم دقیق بیاد رو میز من که من بتونم تصمیم بگیرم. من تکنولوژی رو نیارم که هیچ وقت این سازمان نمیشه بومیش کرد. من ابزاری رو طراحی نکنم که اصلا آدم‌ها مخالفشن و مقاومن باهاش. و بهینو کاملا سیستمی به این قضیه دید داره و میتونه ظرف کمتر از 2 هفته یه گزارش خیلی تکمیلی به مدیر عامل سازمان بده که در حوزه منابع انسانی اینجا چه خبره و برنامه‌های بهبود شما باید چی باشه. دقیقاً فکر میکنم این همون کاریه که یه پزشک عمومی میکنه با بیمار خودش. وقتی بیمار بهش سر میزنه و میگه من حالم خوب نیست، پزشک عمومی معمولا نسخه بلافاصله نمیده، یه سری آزمایش ها رو میده، میگه برو این آزمایش ها رو بگیر. این همون اسکن است که من بفهمم کجا و به چه سطح و میزانی تو مشکل داری، بعد من تو رو معرفی میکنم به متخصصش. کار بسیار ارزنده. در واقع ما پزشک پول نمیدیم که به ما در واقع نسخه بده، پول میدیم به ما تشخیص درست بده. سرماخوردگی ما رو سرطان تشخیص نده و ما بدونیم پیش کی بریم، از کجا شروع بکنیم. خیلی متشکرم. ایثار، میدونی که خود من نسبت به ارتباطم با فضای مجازی خوبه و همچنان هم خودم یکی از کاربرای این حوزم. اواخر تابستون بود، توی لینکدین بود گویا، یه کلیپی از تو دیدم که اشاره کردی که یکی از دلایل فروپاشی شرکت‌ها بحث هیئت مدیره است و خودم این تجربه رو دارم که شرکت‌هایی که میشناختم یا تعدادی از این شرکت‌ها همین مشکل رو داشتن و تشکل‌ها هم همینطور. میخوام ببینم واقعا هنوز روی این عقیده پابرجایی که علت فروپاشی هیئت مدیره میتونه باشه، تو این حوزه هم با توجه به این همه پتانسیلی که بهش اشاره کردی روی این حوزه هم کار کرده؟
داوود 100%. حالا تو از بحث شرکت ها اینو تجربهش رو دیدی، تا در حد انجمن و فدراسیون و تشکل‌های اقتصادی خدا رو شکر تو همه جا با انواع اقسام مدیرا تو کار داشتی به عنوان دبیر و مدیر. و من هنوز اعتقادم اینه اولین دلیل فروپاشی شرکت های ایرانی و حتی NGO ها و کلا سازمان های بخش سوم خود هیئت مدیره است. یعنی من هنوز دلیلی بالاتر از این برای فروپاشی ندیدم. حالا یا به خاطر اختلافاتشونه، یا به خاطر انتقال نسلشونه، یا به خاطر نظام ارزشیشونه، یا به خاطر جمله قشنگی که من فکر کنم 15 سال پیش از تو شنیدم، شنود و گفت موثره. اینها اولین دلیله. بعد میرسیم به تحریم و تولید و نمیدونم این صحبت ها. یه هیئت مدیره پویا حتما به تحریم 10 سال پیش فکر کرده بود. یه هیئت مدیره توانمند حتما به انتخاب یه مدیر عامل خوب همیشه فکر کرده بود. آره ما اصلا یه سرویسی رو میتونم بگم از سال 1400-401 کوچ ها و منتورا با نرم افزار قبیله ما شروع کردن که ما تو بهینو خیلی توسعهش دادیم. اونم بحث کوچینگ و منتورینگ توسعه فردی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره بود. بر اساس اسکنی که میکرد اینها رو و ناتوانی های رفتاری اینها رو شناسایی میکرد و یه مسیر توانمندسازی به اون کوچ و منتور میداد و یه خودآگاهی برای خودشون ایجاد میکرد که من اگر این کار رو بکنم و این تغییر رو انجام بدم به چه روابط سازنده‌ای تو هیئت مدیره میرسم، به چه روابط پایداری با مدیر عامل میرسم. میدونی چرا ما اینو کشف کردیم؟ بسیاری از پروژه‌های حاکمیت شرکتی ما شکست میخورد. قوانین خیلی خوبی تدوین شده بود ولی اجرا نمیشد. چرا؟ چون اون رئیس هیئت مدیره، اون مدیر عامل تو شرکت‌های خانوادگی که خیلی وسیع‌تر، اعضای خانواده اون مهارت‌ها رو نداشتن. حالا این قانون هر چی میخواد بگه. الان قانون برای ما بذارن که مثلا VPN استفاده نکنید. ما استفاده نمی‌کنیم. الان فکر کنم همین فیلمی که تو بخوای منتشر بکنی به VPN نیاز داره. پس 100% قانون باید بسترش هم باشه. من باید مهارت رفتاریشو داشته باشم. من نمیتونم جانشین پروری بکنم رو بچم وقتی خودم رو درست نکردم. تو فرزند پروری یه جمله قشنگه، میگه بچه‌های ما آرزوهای ما نمیشن، خود ما میشن. من اگه قراره بچه‌مو برسونم به هیئت مدیره این شرکت، اول باید خودم یه سری چیزا من باید بتونم با شریکم درست صحبت بکنم، با برادرم درست صحبت بکنم، با مدیر عاملم درست صحبت بکنم. ما روی این موضوع اساسی فکر کردیم و اتفاقا میگم کوچ‌ها و منتورای توسعه فردی هیئت مدیره و مدیر عامل خیلی از این قضیه استفاده میکنن. البته ما این خدمات رو نمیدیم ما، ولی کوچ‌ها و منتورا از ابزار ما دارن استفاده میکنن و ما خب خیلی از این قضیه خرسندیم چون خدمات مشاوره ما هم بهتر شده. یعنی وقتی من یه جا مشاور منابع انسانی ام، وقتی هیئت مدیرش توانمندتر میشه، ابزارهای منابع انسانی منم بهتر اجرا میشه تو سازمان. اگه یه فرصتی باشه من دوباره تمایل دارم این نرم افزار نسل 3 رو دوباره بشینم پای سیستم یه بار دیگه تو این سن خودم رو ارزیابی کنم. شاید نیاز باشه که من هم دوباره تغییر مجدد بکنم چون من هم به تغییر علاقه دارم و میدونم با توجه به سرعت تکنولوژی من هم باید خودم رو به روز بکنم. درسته تو جای پدر منی داوود، ولی این تو این سن میگی من نمیفهمم یعنی چی. یکی از قشنگی‌های تو از روزی که من میشناختمت لپتاپ و سیستم و همه چی داری با تکنولوژی روز میرفتی جلو. 100% ما در خدمتیم با افتخار. مرسی. حالا الان میخوام بهت بگم آقای ایثار خدادادی، چون همش ایثار صدات کردم. آقای ایثار خدادادی، ما ایرانی بله آقای امیرحمدی، خدا حفظتون کنه. ما ایرانی جماعت خیلی دنبال واژگان روز هستیم و انقدر بعضی موقع از اون ور میفتیم که از اصل خودمون فارغ میشیم. طبیعی که الان جاری و ساریه توی کشور هوش مصنوعیه. نرم افزار بهینو و هوش مصنوعی چه ارتباطی با هم دارن و چجوری کمک میکنن به هم دیگه؟ اصلا کمک میکنن؟ این راجع به اینم به ما بگید ببینید. این تبر رو خیلی قشنگ اومدی، چون ما تو حوزه مدیریت، حداقل من تو این 20 سال مشاوره خیلی چیزها شنیدم. مثلا ایزو بگیرید همه چی تمومه، EFQM بگیرید تمومه، استراتژی دیگه تاشه. ولی فکر کنم هوش مصنوعی از اون تبای سوری نباشه. یعنی
واقعا چیز به درد بخوره. من زمانی که با هوش مصنوعی آشنا شدم خیلی حسرت خوردم که اگه مثلا سال 91 92 که شاید 8 سال تا سال 98 طول کشید ما قبیله رو تولید کنیم، اگه همچین چیزی بود تو تحلیل داده ها به ما کمک میکرد و ما چقدر سریعتر میتونستیم به نتیجه برسیم. و همیشه از این موضوع خوشحالم چون میدونم نسل‌های بعدی نرم افزار ما خیلی سریعتر تولید میشه. ما با اوراکل کار رو شروع کردیم فقط به این دلیل که به معنی واقعی کلمه میشه دیتاهای زیادی رو به بهترین نحو تحلیل کرد و میدونم تو نسل‌های بعدی هوش مصنوعی خیلی به ما کمک میکنه. ولی حالا راجع به شرکت‌ها بگیم. ببین AI بزرگترین چیزی که نیاز داره برای توسعه سازمان دیتاه. یعنی ما سالها جمله دراکر رو میشنیدیم که چیزی قابل اندازه‌گیری نباشه قابل مدیریت هم نیست. بعد الان میبینیم جدی شده مدیریت داده محور. اساساً AI بدون مدیریت داده محور یا مدیریت داده محور بدون AI خنده داره. خب اگه قرار این موضوع وارد سازمان بشه ما دیتا نیاز داریم، دیتای تحلیل شده کاربردی. بهینو 100% داره دیتاهای قابل تحلیل کاربردی در حوزه جذب استخدام به سازمان ها میده. یا تو قسمت برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی اون یکی نرم افزارمون واقعا داره با دیتا بازی میکنه، واقعا داره تحلیل های کمی میده، موضوعات کیفی رو تلاش میکنه به پارامترهای کمی تبدیل بکنه که سازمان بتونه تصمیم سازی بکنه. خب مشخص اگه یه سازمان بتونه چندین و چند دوره از این دیتاها به هوش مصنوعی خودش بده، چه تحلیل‌های وسیع‌تری نسبت به سایر ابزاراش میتونه بگیره، نسبت به فروشش، تولیدش، عملیاتش. پس 100% ما میتونیم کمک شایانی بکنیم به بسترسازی برای ورود هوش مصنوعی به سازمان در حوزه مدیریت. ایثار جان، با توجه به اینکه توی فرایند این مصاحبه خود من مشخص شد برام که نرم افزار شما یا بهینو خیلی میتونه کمک بکنه به فرایند تصمیم سازی. یعنی اگر من تو سازمانم بخوام تصمیم بگیرم قاعدتاً بر اساس داشتن اطلاعات و تحلیل درست اونها میتونم موفق بشم که بهترین تصمیم رو بگیرم. ولی آیا فقط داشتن یه چنین نرم افزار و تحلیل درست اون برای اینکه من به سرمنزل مقصود برسم کافیه یا نیاز به موضوعات دیگه هم داره؟ میشه راجع به این موضوع، راجع به این نگاه منم یه سری توضیحات بدید؟ یه جمله خیلی خوب گفتی به درد کیا نمیخوره. من گفتم کسی که رهبری که همچین بینشی نداشته باشه، یعنی حمایت مدیریت نباشه، در واقع این سیستم ران نمیشه. اگر که یه سازمانی واقعا نگاه هیومن ریسورس داشته باشه و براش مهم باشه. ببین ما تو کشوری داریم زندگی میکنیم که متاسفانه تو بحث خصوصی سازی میشنیدیم مثلا این شرکت با نیروهاش مثلا X میلیارد تومان، بدون نیروهاش X به اضافه 2 میلیارد تومان مثلا. یعنی وقتی که نیروهاشو ازش میگرفتیم گرونتر میشد. خب دلیلش چی بود؟ یعنی تو بافت فرهنگی صنعت ما اینه که یه شرکتی رو تخلیه کنی از نیرو و بعد بخوای بفروشیش گرونتره. ولی الان میبینیم اینجوری نیست. الان میبینیم توی سرمایه گذاری تو استارتاپ ها، تو شرکت های تک تعهد میگیرن مثلا نیروهای این سیستم تا چند سال میمونن، بعد قیمت گذاری میکنن. مفهوم منابع انسانی داره جدی میشه. مفهوم منابع انسانی تو رقابت، تو قیمت تمام شده، تو بهره وری داره جدی میشه. و اگر مدیری واقعا این نگاه رو داشته باشه که بخواد به انسان اندیشه بکنه، چه تو جذبش، چه تو توسعهش و چه تو نگهداشتش، بهینو خیلی میتونه کمک بکنه. بهینو منظورم همه نرم افزاراش، برنامه‌ریزی استراتژیکش، جذبش، توسعهش، بانک استعدادش. ولی نه با خرید نرم افزار این اتفاق نمیفته. یعنی اگه اون نگاهه باشه بعدش بحث استقرار جاری سازیشه. ما بسیار تلاش کردیم که آموزش نرم افزار، کاربری نرم افزار خیلی ساده باشه.
شاید در حد 30 دقیقه یه ادمی میتونه با نرم افزار کار کنه. ولی از اون ور تو تحلیل گزارشاتش و استفادهش ما همیشه ساعت‌ها آموزش میذاریم برای شرکت. برای من مهمه که یه مدیر عامل تحلیل نیمرخ روانی رو بدونه. برای من مهمه که یه مدیر منابع انسانی بتونه یه مصاحبه ساختاردار مبتنی بر گزارش انجام بده زمانی که من نیستم. چرا؟ چون باید بهینه یه استقلال ایجاد میکرد. یکی از معضلات کانون ارزیابی‌ها این بود که همیشه شرکت‌ها وابسته بودن به تیم ارزیابی. ولی بهینه قراره یه استقلال عملیاتی ایجاد کنه. خب مشخصه ما یه کلمه آموزش باید بذاریم. مشخصه ما باید یه کلمه ارزیاب تربیت بکنیم برای سازمان. مشخصه باید توی پذیرشش تو سازمان کار بکنیم. مثلا اون نرم افزار ظرفیت سنجی و برنامه‌ریزی استراتژیک ما یه بار کل بچه‌های شرکت تست میدن. اصلا مدیرا به این باور میرسن که آقا عجب گزارشی، عجب تحلیلی. پس معلومه برای نیروهای جدید من اینو میخوام. مشارکت میکنن با واحد منابع انسانی، وقت میذارن. خیلی وقتا به مدیر منابع انسانی میگن تو تستاشو گرفتی که من مصاحبه فنی بکنم؟ چون باور دارن این نتیجه رو خودشون دیدن. پس این یه ابزاره، در کنارش یه کار مشاوره‌ای هم هست که ما سعی کردیم به شدت اینو کمش بکنیم. یعنی واقعا الان گاهی وقتا ما توی یه کارگاه کوچیک مثلا ظرف 1-2 روز این مسئله رو حل میکنیم، ولی توی یه سازمان بزرگ ممکنه 7-8 روز باید وقت بذاریم. ولی شدنیه و این استقرارش اتفاق میفته. یه جمع‌بندی خیلی کوچولو بکنم، اینی که سازمان‌های موفق از دیدگاه آدم با تجربه مثل شما داشتن ابزار به روز نیست، تکنولوژی به روز نیست که اینا خیلی خوبه، ممکنه امکان رقابت رو تا یه حدودی فراهم بکنه، ولی اون چیزی که سازمان‌ها رو متفاوت یا متمایزتر از سازمان‌های همتای خودشون میکنه فهم انسان‌هایی که با اونها در تعاملن و ایجاد فرصت رشد و توسعه اون آدماست که میزان دلبستگی این آدما به سازمانشون به نحوی بشه که با عدد جابجا نشن. من شرکت‌هایی را میشناسم که به نیروهاشون پیشنهادهای عددهای بالا دادن ولی به هیچ عنوان حاضر نیستن اون سازمان رو ترک بکنن، چون احساس امنیت کردن، احساس شنیده شدن کردن، همینطور که شما اشاره کردید احساس دیده شدن کردن و حتی برای فرزندانشون هم برنامه‌ریزی دارن میکنن که پس از اونها جایگزینشون بشن. اگر این نرم افزار که من مطمئنم میتونه اون حجمی یا اون دیتایی از نیروها رو در اختیار مسئولین سازمان قرار بده که با بهترین روش، با کمترین نگرانی فرصت رشد اونا رو فراهم بکنن، این یه معجزه است به نظر من. حالا شما که فرمودید با هوش مصنوعی ارتباط بسیار نزدیکی داره، ما ناگزیر هستیم که از این تکنولوژی، از این زحمتی که مجموعه شما کشیده استفاده بکنیم و با خطای کمتر میزان سرمایه گذاری های نیروی انسانیمون رو بیمه بکنیم. این بیمه یعنی پشتوانه‌ای برای استمرار سازمانمون، برای به دست آوردن اهدافی که براش برنامه ریزی شده. من بسیار بسیار ممنونم از این فرصتی که در اختیار گذاشتید و امیدوارم که سازمان‌ها و عزیزانی که دارن این ویدیو رو میبینن ایمان داشته باشن که تمام سعی مجموعه آقای ایثار خدادادی و تیمشون پس از سالها و حدوداً 20 سال به گفته خودشون کار کردن روی نرم افزاری که میتونه بسیاری از سوالاتی که شما در بد و امر ممکنه با مخاطبی که ارتباط دارید آگاه نباشید آگاه میکنه. یعنی این فرصت رو برای شما در اختیار شما میذاره بدون اینکه طرف مصاحبه‌گر بدونه چه اطلاعاتی راجع به اون ایشون دارید، بتونید مدیریت بکنید فضای ارتباطیتون. من تبریک میگم، خیلی هم عالی و سپاسگزارم. قربان شما. یکی از افتخارات ما این بوده که تو این 20 سال بهترین مشتریای ما رو مدیرانی آوردن که ما قبلا مشاورشون بودیم و ما معرفی سینه به سینه شدیم و امیدوارم که این اعتبار رو میتونیم حفظ بکنیم. امیدوارم که واقعا شعار نداده باشیم و در عمل سازمان ها متوجه دستاوردهای ما باشه. لیستی از مجموعه هایی که تا حالا باشون کار کردین رو حتما دارین
و قاعدتا اونا معرف شما خواهند بود. من پیشنهاد میکنم برای اینکه اعتبار یه جور اعتبار سنجی اتفاق بیفته و عزیزانی که با آقای ایثار خدادادی و تیمش کار کردن یه سری بزنید و از اونا حالا احوال این فرایندی که زحمت کشیدن و سالها براش کار کردن و سرمایه گذاری کردن و جویا بشید. قاعدتا خبرهای خوبی به شما خواهند داد. فعلا خداحافظ. زنده باشید.